اولین نمایشگاه دوشنبه بازار و سه‌شنبه بازار در قلب کابل. به نام خداوند یکتا و توانا. السلام علیکم هموطنان عزیز، بینندای دوست داشتنی تلویزیون واک. خسته نباشین، مانده نباشین، وقت همه‌تان بخیر. با امید که جور و صحتمند باشین. قسمی که برتان در آغاز برنامه یادآور شدم که نمایشگاه دوشنبه بازار و سه‌شنبه بازار در قلب کابل در سینمای پامیر. هموطنان عزیز، امروز میخوایم از این نمایشگاه خیلی خردترک و کوچک یک برنامه متفاوت برتان داشته باشیم. قسمی که در تصاویر مشاهده میکنین، خانم‌های محدود دست دادن بر یکی همدیگر، کوشش کردن، تکلیف کشیدن، زحمات کشیدن، بالاخره یک موقعیت فقط به خاطر 2 روز برای خود ساختن که هموطنای ما، خانم‌ها، مادرها، خواهرای عزیز که اینها کسی لباس دوسی میکنه، صنایع دستی را به بازار پیش میکنه و همچنان دیگه خواهرای ما، مادرای ما در بخشای مختلف به تعداد خیلی کمی آمدن، جنسای خود، لباسای خود، حداقل صنایع دستی خود اینها به نمایش گذاشته. در جایی که ما قرار داریم، این موقعیت امی جای دوستای عزیز، قسمی که قبلا براتون گفتم در سینمای پامیر موقعیت داره این نمایشگاه، فی الخصوص در رستوران میزبان. یکی رستوران میزبان گفته میشد به خاطر 2 روز بر زینای جای داده. آیا در قیمت امرایشان جور آمده، نامده، مقدار پول جای چقدر است؟ بیاین همه را در برنامه امروزی ما بیننده باشید. سلام، خسته نباشین. وقتتان بخیر. سلام، وقتتان بخیر. امید که جور صحتمند باشین. علیکم سلام، بخیر سلامت باشین. اسمتان به هموطنان ما بگیرین. هدیه سروری هستم و تجارت پیشه در یکی از بازارهای به عنوان افغان که فعلا مصروف تجارت خود است. خیلی خوب، بخیر سلامت باشین. نمایشگاهتان با کدام نام یادآور میشه؟ خب نمایشگاه ما افتتاحیه دومین نمایشگاه است که اولینش در سایه تایمنی بود، سرکسه پروژه تایمنی بود که اولین افتتاحیه برای به عنوان افغان بود و حالا خوشبختانه که تونستیم در قلب کابل یک نمایشگاه دیگر افتتاح کنیم که امروز به تحت نام دوشنبه بازار و سه‌شنبه بازار است که در حدود 20 خانم اینجا فعلا آمده و مصروف محصولات خود هستند و میخواین محصولاتی که اینا زحمت کشیدن اینا به فروش میرسونن. خیلی خوب، بخیر سلامت باشین. از محصولات یادآور شدین، چند نوع محصولات خانم‌هایی که اشتراک کردن آوردن؟ خب در کل همه محصولات مختلف داره. بعضی خانم‌ها لباس که تولیدات لباس دارن اینا آمدن لباسا رو به نمایش ماندن و مفروشن. بعضی کسا زیورآلات دارن و سنگای قیمتی هستن که اینا تمامشان از هر کس محصولاتشون فرق میکنه و آمدن به فروش میرسونن. و بعضی کسا ظروفا هستن، ظروفای تزیینی هستن و زیاتر چیزا که هست دستساز است که خود بانوان میسازن و همیشه هم به نمایش آوردن و هم به خاطر فروش. بله خیلی خوب، بخیر سلامت باشین. چقدر جای خوشی و خوشبختی به خاطر شما از به خاطر بانوانی که در اینجا اشتراک کردن، سهم گرفتن در فضای آزاد در قلب کابل. بازارتان چطور بود؟ مشتری داشتین نداشتین؟ هموطنای ما بازدید از نمایشگاهتان داشت یا خیر؟ خب طبعا که جای خوشحالی است و ما که ما تانستیم در افغانستان و زنا اندک زنا رو سرپا است کنیم و اینا یک منبع درآمد داشته باشند و فعلا هم خوشبختانه خانم‌ها و دختر خانم‌های زیاد هستند که فعلا مصروف کار هستند و اینجا در نمایشگاه آمدن محصولات خود به فروش میرسانند و ایمت کردن و شجاعتشان امی که غیرت کردن تا اینجا آمدن و کار میکنن در این شرایطی کلان گپ هستند و ما کوشش میکنیم که همه خانم‌ها اینا انگیزه شود به دیگرها و اونا بخیزن کار کنند و همه ما خانم و مرد در افغانستان مصروف کار شود تا بالاخره یک نتیجه خوبتر بگیریم و یک وطن خوبتر و از صلح و آرامی جور کنیم. بله خیلی خوب. یک سوال من حیث سوال آخر از پیشتان داشته می باشیم. هموطنای ما، شما کسایی که تجارت پیشه هستند، سرمایه گذار هستند، در این راسته همراه خانم‌ها و مادران عزیز، خواهران عزیز توجه خاصی نداره. تقاضایتان
من حیث یک تجارت پیشه از تجارت بین المللی فی الخصوص تاجرین ما و شما که بیرون از کشور هستند چی تقاضا دارین، چقدر نیاز به حمایت دارین؟ طبعا که از ما تجارت های کوچک است و همه خانم‌ها ضرورت دارن که یک نفر دستشان در اوایل بگیرن و ما هم ضرورت داریم که یک نفر بیا اسپانسر ما شود، مثلا یک میز بگیره و کرایه میز ما را در اوایل بده یا یک سپورت کنیم ما که ما بتونیم کمی تجارت خود به جایگاه بلند برسانیم و بتونیم که یک وقت یک تجارت پیشی کلان مثل اونا شویم و در اوایل اگر بیاین به تجارت بین المللی به ما کمک کنن و دست ما را بگیرن یا دمین بعض چیزا رو به ما فراهم کنن تا ما بتونیم که فروشات خوب داشته باشیم و همچنان این میز اگر به یک نفر پیدا شود، میزای هر جایی که ما بازار جور میکنیم 300 افغانی است. اگر این 300 افغانی را یک تجار 10 میز اسپانسر کنه، دیگر تجار 10 میز دیگر اسپانسر کنه، اما تو میشه که خانمام شوق انگیزی زیادتر پیدا میکنن و میان در نمایشگاه اشتراک میکنن، زحمت میکشن، محصول خودم میارن به فروش میرسانن، هم اونا خوش و هم ما خوش، هم بازار ما خوبتر می باشه و هممو تجارت ما بالاتر میره و شوقی که زیاد شوه انسان تلاش خود زیادتر میکنه و که اگر یک نفر باشه تجارت ما را سپورت کنه انشالله که از این جنجالایی که فعلا داریم و از این انشالله ما برای خیلی خوب. بخیر سلامت باشین. بسیار زیاد تشکر، ممنونتان. هموطنان عزیز، شما صحبت‌های همشیره ما را دیدین چون تقاضا هم داشتن از کسایی که سرمایه گذار هستند، تجارت پیشه هستند، بیاین دست به هم دیگر بتیم و فی الخصوص خانم ها، مادرای عزیز که نیاز به حمایت شما دارن، نیاز به کمک شما داره، کسایی که هموطنای ما که تجارت پیشه هستند. شما میبینین ماشاءالله خواهرای دیگه ما، هموطنای دیگه ما هم آمده، جنسای مختلف، لباسای مختلف، همشون صنایع دستی خود به نمایش گذاشته. همراه ما باشین. سلام، خسته نباشین، وقتتان بخیر. تشکر، سلامت باشین، وقت شما هم بخیر. بخیر باشین، بسیار زیاد تشکر. اسمتان به هموطنان ما بگیرید. نصرا نمهدی هستم از ولایت کابل. خیلی خوب، بخیر سلامت باشین. شما بر ما یادآور شوین چی باعث شد که امروز در نمایشگاه تحت نام دوشنبه بازار و سه‌شنبه بازار اشتراک داشته باشین؟ خب باعثی شد که زیادتر بانوان افغان که در خانه بودن، وسایل یا صنایع دستی که داشتن در خانه بودن نمیتونستن به فروش برسونن یا در بازار کسی نمیخریدن ازش. همین فرصت خیلی خوبی پیش آمد که بازار دوشنبه بازار و سه‌شنبه بازار افتتاح شد که ما بانوان میتونیم اینجا چیکار کنیم، محصولاتی که داریم را به فروش برسونیم، خود ما نماینده فروششان باشیم و به این شکل میتونیم سرپای خود استاد شیم و یک درآمد خوبی هم داشته باشیم. بله، خیلی خوب، بخیر سلامت باشین. چی را به نمایش آوردین؟ چیزای جنسایی که به نمایش آوردین میشه به هموطنای ما یادآور شد؟ درسته، حتما. خب وسایلی که امروز که ما آوردیم کفایت کیی می باشه که دستوز می باشه که خود ما در خانه اینا رو آماده میکنیم، تیار میکنیم و گلدوزیا یا موردوزیایی که حتی میکنیم همراه دست می باشه. من همراه خواهرم هستم. بله، خیلی خوب، بخیر باشین. طور نمونه میشه جنسایی که به نمایش آوردین به بیننده هم نشان بدین؟ حتما، چرا که نه. بله، خیلی خوب، بخیر باشین. خیلی خوب، در مورد زی هم صحبت داشته باشین. در چه وقت ساخته میشه و چی است، به خاطر چی استفاده میشه؟ خب این زیادتر کیفای دخترانه هست که بعضی از دخترها که میرن کورس یا مدارس میرن، مثلا کتابا هست یا قرآن کریم میباشه که دی کیفا میمونه که از این کیفا خیلی استفاده خوب میده به خاطر بایک زیاد سنگین است یا زیاد جای میگیره. این بهترین گزینه هست که میتونن ازش استفاده کنن و آماده کردن این کیفا اگر پرکار باشه حدوداً 2 روز یا 3 روز در بر میگیره که مکمل تمام شوه. اگر تنها گلدوزیشه یا موردوزیشه بگیم حدودا 1.5 روز الی 1 روز در بر میگیره. خیلی خوب. خود در بخش ساخت ساز یا در ساختن، در دوختن، در کدام قسمت زیاد مهارت دارید؟ خودم زیادتر در بخش ساخت ساز همین گلدوزی هست، موردوزی میباشه و طراحی زیادتر مهارت دارم. خیلی خوب. بازارتان چطور بود؟ هموطنای ما آمدن، کس پیشتان نامدن، حمایت شدین نشدین؟ حداقل شما در قلب کابل برای خود جایز گرفتین، موقعیتتان خیلی یک موقعیت عالی است. چطور بود بازدید هموطنای ما از نمایشگاهتان؟ بازدید برای فعلا که خوب بوده، اما حمایت بیشتر
بیشتر نیاز داریم، چون که بازار جدید هست. ما حمایت زیادتر کار داریم، چون که وقتی که بانوان میاد حمایت زیاد نیاز داره و بازارشون باید خوبتر فروش بره. فعلا که بازار کم فروش هست، اما به امید خدا ان شاء الله پر فروش هم می باشیم. ان شاء الله بخیر سلامت باشین. بسیار زیاد تشکر. هموطنان عزیز، قسمی که در آغاز برنامه برتان یادآور شدم، در آغاز برنامه برتان گفتم همشان مادرها، خواهرها و همشیره های عزیز که کار میکنن، تکلیف میکشن، زحمات میکشن، کس یک چیز کس دیگه چیز، همشان صنایع دستی خود به نمایش آورده. یکی همشیره ما همراه ماست، از اینا میپرسیم که اینها چی را به نمایش آورده. سلام، خسته نباشین، وقتتان بخیر. سلام علیکم. خوب هستین؟ علیکم سلام، بخیر سلامت باشین. اگر تکلیف نمیشه اسمتون با هموطنان ما یادآور شوین. یلدا یوسفی هستم، یک از در بخش صنایع دستی فعالیت دارم. بله، خیلی خوب. مدت چقدر وقت میشه که در بخش صنایع دستی فعالیت میکنین، کار میکنین؟ مدت 1-5 ماه میشه کارش بکنیم. انگیزه تان چی بود؟ احساساتتان چی بود که باید شما در صنایع دستی خود مصروف بسازین و کار بکنین؟ شرایط افغانستان هم قسم است که بسیار دیگه شرایط اقتصادی بالای فامیلا آمده. دیگه خواستم به پای خود بیستم و یک فعالیت داشته باشم، به فرزندانم کمک همکاری شم، به خانوادیم یک دستاورد داشته باشم. خیلی خوب. کیها در راسته همراهتان زیاد همکار هستند؟ حداقل تشویق همراهتان دارین از لحاظ فامیل، از لحاظ خانواده؟ کیها همراهتان زیاد کار میکنه؟ کی زیاد تشویقتان میکنه؟ مادر شوهرم است، دیگه شوهرم است، دیگه برادرم است، دیگه فرزندان خودم است. خیلی خوب. انشالله یک خانواده موفق، یک فامیل موفق که هر چقدر تکلیف بکشه، زحمات بکشه، هر چقدر که زندگی دچار مشکلات باشه، انشالله ایره ما همراهتان وعده میکنیم که فامیل خوب، خانواده خوب، همسر خوب در رستتان است. انشالله که با یک جای خوبتر برسین و با آرزوهای دلتان برسین. میایم سر مربافیتان. شما در بخش مربافی کار میکنین، چی خوب میشه امیره یک معرفی کنیم با هموطنای ما؟ ماشاءالله خیلی عالی جور کردین و یک تیپ و شیپ خیلی خاص، یک معرفی مختصر همراه هموطنای ما داشته باشین. یک سیت به حساب تزیینی برای میز آرایش عروس هاست که به حساب برزانی شد، به حساب ملبسرین و آرایش های دیگه شد و در این بخش میکبا و چیزهای خود قرار میتن. این مکمل یک سیت مربوط از اون باشه. خیلی خوب. یک سیت مکمل به خاطر یک دختر خانمی که عروس میشه یا عروس باشه چقدر وقت در بر میگیره و چقدر افغانی مصرف سرش میآید؟ در اینا در حدودا هم 200 مصرف مورم یا قطع تار و چیزایش. دیگه در خانه هم 300 مفروشه باشه. به نظر تکلیفتان که تکلیف سرش میکشین، زحمات میکشین، قیمت است یا ارزان؟ ارزان است. ارزان است. با او قیمت زحمت که ما 2 روز 3 روز میکشیم دیگه او پاداش ما گرفتن نمیتونیم، چون کسی توان خریدش نداره. دقیقاً. خیلی خوب. این که شما در قلب کابل در یک نمایشگاه خیلی محدود، خیلی خردرک اشتراک کردین، چقدر احساس خوشحالی دارین و در ضمن نیزی هم شهری‌ها، هموطنای ما که از اینجا رفت آمد میکنه و برو امور میکنه حداقل سر به نمایشگاهتان میزنن، چقدر تشویق شدین؟ بسیار خرسند هستیم، بسیار احساس خوشحالی داریم که در این فضا و در این حالت هم که در افغانستان از بانوان ما را حمایت میکنن و در اینجا بر ما نمایشگاه برگزار کردن. جهان سپاس از بزرگانی بخش نمایشگاه دیگه که ما را کمک کردن، ما توانستیم چیزی که در دستاورد که در خانه داریم به نمایش بگذاریم تا هم فعالیت به خود ما شود و هم به دیگران به وسایل ما دسترسی داشته باشه. خیلی خوب. بخیر سلامت باشین. بسیار زیاد قابل شین. سلامت باشین. و خب صحبت‌های هموطن مادر جان ما، همشیره ما را هم شنیدین هموطنای عزیز. بخش‌های مختلف است. یک چیزی که توجه ما را بر خود جذب ساخت هموطنای عزیز در این قسمت باز دیگه اینها هم فکر کنم مربوط شما میشه. بله بله. خیلی خوب. چی خوب میشه که در مورد زی اجناستان هم یک صحبت خیلی کوتاهی داشته باشیم. این ظروف به حساب جزیه عروس گفته میشن، به خاطر که تمام مواد شما از ایران میطلبیم و این کلش ساخت دست است، هنر دستی در خانه آماده میشه.
خیلی خوب، بخیر سلامت باشین. درباره ظروف هم برتان معلومات دادن هموطنان عزیز که همش ساخت دست است. قبلا هم برتان یادآور شدم همه هموطنای ما تعداد محدود با تعداد کم خانم هایی که در اینجا اشتراک کردن جنسایشان مختلف است، فرق داره. بیننده برنامه ما باشین. سلام، خسته نباشین، وقتتون بخیر. علیکم سلام، وقت شما بخیر. سلامت بخیر باشین. سلامت باشین. بسیار زیاد تشکر. اسمتان و هموطنای ما بگیرید. به نام یاد خدای مهربان، بنده حارس عزتی هستم، مسئول و منیجر رستوران میزبان. خیلی خوب، بخیر سلامت باشین. عزتی صاحب، خوشحال هستیم که در این قسمت همراه شما هم کلام شدیم و خودتان همراه خود در تصاویر داریم. بیاین از نمایشگاه خیلی محدود و خیلی که خانم ها با تعداد محدودی آمده در رستوران شما، چی باعث شد که شما یک موقعیت بعضی موقع اونها استفاده کنند و در رستوران خود برشان موقعیت دادیم؟ خانم‌ها چند بار آمدن به خاطر همین موقعیت گفتن که ما یک نمایشگاه برگزار میکنیم، چون امروزه میبینیم که باغ‌ها بسته شده. قبلا در باغ بابار مثلا دیگر باغ‌ها نمایشگاه برگزار میکردن و حال نمیتونن. به خاطر ما خواستیم که یک مکان محدود را بر اونا در نظر بگیریم و بتونن به همو خرید و فروش خود ادامه بدن. خیلی خوب، خیلی یک کار بزرگ شما انجام دادین. شاید در نظر بینندای ما، در نظر هموطنای ما کار خیلی خرد باشه، ولی ما که چقدر حیز زدم فکر کردم بزرگترین خدمت شما انجام دادین، چون خانم‌هایی هستند که به مزاحت هستند اکثریتشان. خیلی کارهای کم خود اونا به نمایش گذاشته به خاطر اینکه قلب کامل از سینمای فامیر. باز رستوران شما یک فضای کاملا درست است. به خاطر از اونا چقدر بالای خود افتخار میکنین که به خاطر خانم‌ها، به خاطر مادرها و همشیرای ما شما یک سهولت ایجاد کردین. واقعا من افتخار میکنم به اینکه میتونم یک همکاری به همراه خانم‌ها بکنم، چون اینا هم خواهرای مستناز از جامعه هستند و ما برنامه‌های بهتری روی دست داریم بر خانم‌ها که در آینده‌های نزدیک ان شاءالله بنا خواهد بدیم. بله، خیلی خوب، بخیر سلامت باشین. کسایی که سرمایه گذار هستند، تجارت پیشه هستند، در کشور هستند یا بیرون از کشور هستند، تقاضای دان از پیششان چی است؟ خواهش دان از پیششان چی است که با این گونه خانم ها باید چی کنه؟ و کسایی که مثل رستوران شما رستوران ها داره، فضای آزاد داره، چقدر باید خاطر هموطنای ما اونها کار بکنه؟ ما پیامم به هموطنای ما همین است که بیاین دست به دست هم بتیم. خانم عضو از جامعه هستند. بله. هرچند همگی ما با چشم خود میبینیم که خیلی امروز خانم‌ها از کار افتادین. بله. قبلا در هر بخشی از جامعه اونا رشد داشتن، دست داشتن، ولی حال ندارن. حداقل تجارتشون نگیریم. بله. بتونن به خوبی همون صنایع دستی که در خانه میسازن در بازار به فروش برسانن. و همچنین رستوران‌های عزیز که فضای باز دارن، برای اینا یک جای کوچک را حتما در نظر بگیرین. بله. و این به خاطر رشد کاروبار خودشان هم بهتر است. دقیقاً. بله. قربانتان، بخیر سلامت باشین، زنده باشین. تشکر، ممنونتان. صحبت‌های عزتی صاحب شما شنیدین، درست گفتم، درست است. با امید از اینکه قابل پسندتان شده باشن، بیاین با یک دیگه خود دست بتیم، دست با همدیگر بتیم، دست به دست شویم تا خواهرای ما، مادرای ما شما که به وضاحت هستن، حداقل اونها از متجارت خود یک استفاده درست کنه. همراه ما باشین. سلام، خسته نباشین، وقتتان بخیر. سلام علیکم، وقت شما هم بخیر. علیکم سلام، بخیر سلامت باشین. شما هم یکی از اشتراک کننده همین نمایشگاه هستین؟ بله، ما هم یکی از اشتراک کنندگان هستیم. ما لباس های گند افغانی آوردیم، دیگه لباس هایی که خودمان دوختیم آوردیم به اینجا و نمایش میگذاریم. دیگه فعلا بازار ما خوب است، مشتریامون هم خوب است، خانم‌های زیادی در جا اشتراک کردن، میتونن که ما میتونیم بفروشیم و خریدارا هم برای قیمت‌های مناسب میخرن. باز امروز روز اول است، ما کمی تخفیف هم دادیم به خاطر روز اول است به خانم‌ها. میتونن که خریداری کنن. خیلی خوب، بخیر سلامت باشین. یخنه که در دست شما است، یخنه که همراه شما است، یکم میشه طرف کامera هم داشته باشین. در مورد زی یخن زیبا هم صحبت داشته باشیم. قیمت زی چند است؟ دستدوخت است یا کامپیوتری است؟ نه، دستدوخت است. دستدوخت است، تولید خودی ماست، خودی ما دوختیم. قیمتش هم 1500 است. دیگه بس ظریف کاری هم شده، با دقت هم دوخته شده.
بله. دیگه خیلی خوب. یک چیزی خوب و خاص است دیگه. در چقدر وقت ساخته شده؟ در چقدر مدت جور شده؟ در مدت 15 روز میده دختر. بله 15 روز. روز 100 افغانی اگه حساب کنیم 1500 میشه. روپیه میشه. بله. اما قدر به قیمتش است دیگه. خیلی خوب. لباسای مختلف گند افغانی، لباسای دخت هزارگی هم شما همراه خود دارین. در مورد لباسا صحبت داشته باشیم. قیمتایشان چند است؟ چند روزه در بر میگیره؟ کدام تکه ها را زیاد شما استفاده میکنین؟ ما در گند افغانی که است فعلا از این تیکه استفاده میکنیم. این تیکه به نام چی است؟ بنارس میگن این تیکه را. قیمت هم است. از این استفاده میکنیم در گند افغانی. دیگه این است که از قوم های هزارای ما است. بله. قیمت های زیاد چند است؟ قیمتی از این 3000، از این هم است 1500. بله. دیگه این جاکت ها که هستن اینا هم دست بافت خودی ما است که خودمان بافتیم به خانما دادیم بافتن. بله. در شرکت خانمای زیادی همراه ما کار میکنن دیگه اینا رو میبافتن. بله خیلی خوب. بخیر سلامت باشین. بسیار زیاد تشکر. ممنونتان که در مورد نمایشگاه و لباسای که شما و نمایش آوردین معلومات مختصر همراه ما شریک ساختین. بسیار زیاد تشکر. بخیر سلامت باشین. بسیار زیاد تشکر. هموطنان عزیز شما صحبتای همشهری ما را شنیدین. ماشاءالله همراه همگی که ما در این نمایشگاه صحبت داشتیم صحبت کردیم همشان احساس خوشحالی و احساس خوشبختی داشتن به خاطر اینکه تعدادشان خیلی محدود است ولی ماشاءالله خیلی کارهای بزرگ اینها انجام میده. صنایع دستی که اینها کار کردن صنعت خود به نمایش گذاشته بود. هموطنان عزیز این بود برنامه امروزی ما. تا برنامه بعدی که ما صبح سحر همراه با کامرمن عزیزم در یکی از برنامه‌های دیگر در خدمت شما خوب و نظر میشیم. شما را به خداوند یکتا و توانا میسپارم. اوقات خوب و خوش داشته باشین. خداوند یار و نگهدارتان.